و هیچ زن دیگر را مسخره نکند. شاید همون زنی که مسخره کردید از شما بهتر باشد. سوم، نافرمانی والدین. اگر پدر و مادر را آزار دادی، در همین دنیا خوار میشی، با آخرت نمیماند. تو جوان یک لحظه فکر کن، وقتی طفل بودی پشه در صورت تو می نشست، تو قدرت پس کردن پشه را نداشتی. امروز با حمایت پدر، با قدرت پدر، با سرمایه پدر، با زحمت و تلاش پدر بزرگ شدی، جوان شدی، نیرومند شدی. امروز که ورزشکار شدی در مقابل پدر استاد میشی، بر سر پدر آواز میکشی، بر سر مادر آواز میکشی. و چهارم، ناموس مردم. متوجه ناموس مردم باش. هر کی باشد نظرش در پی ناموس کسان، پی ناموسی وی افتد نظر بوالهوسان. تو هم خواهر داری، تو هم مادر داری. اگر به ناموس کسی تجاوز کردی، بدان که ناموس خودت در معرض خطر قرار میگیرد.